تا حالا شده هدفهای بزرگی داشته باشی اما هیچ انرژی و انگیزه‌ای برای شروع کردن پیدا نکنی؟ با خودت میگی از فردا شروع میکنم اما اون فردا هیچ وقت نمیاد. دلت میخواد کتاب بنویسی، ورزش کنی یا یه مهارت جدید یاد بگیری، اما به جاش ترجیح میدی ساعتا تو گوشی چرخ بزنی یا تلویزیون ببینی. علت این اتفاق چیه؟ باید بگم دلیلش این نیست که تو کلاً آدم تنبلی هستی، بلکه به خاطر اینه که هدفات تو ذهنت خیلی بزرگ و سنگین به نظر میرسن. وقتی کاری بیش از حد سخت به نظر برسه، مغزت سریع میگه بی خیال، بیا بریم سراغ یک کار راحت تر. خبر خوب اینه که تنبلی جزء جدایی ناپذیر هویت تو نیست، فقط یه عادته و عادت‌ها قابل تغییرن. مغز انسان طوری سیم کشی شده که از رنج و سختی فرار کنه و تمایل به راحت طلبی داره. اما با 3 گام ساده میتونی مغزتو دور بزنی. گام اول، کارا رو کوچیک کن. کارهای بزرگ ترسناکن و تا جایی که میتونی اونا رو کوچیک کن. مثلا اگه میخوای یه کتاب بنویسی، به نوشتن 200 صفحه فکر نکن. امروز فقط یه جمله بنویس. رسیدن به هدف مثل فتح قله کوهه. تو به یک باره به قله پرش نمی‌کنی، بلکه قدم به قدم بالا میری. مثلا اگه میخوای موسیقی جدیدی یاد بگیری، نیازی نیست روز اول یا آهنگ کامل بزنی. فقط یه تمرین کوچیک کافیه. روی پیشرفت تمرکز کن، نه کمالگرایی. گام دوم، روتین‌های ساده بساز. به نیروی اراده تکیه نکن و دنبال انگیزه برای شروع نگرد. به جاش روتین بساز تا کارها خودکار بشن. مثلا اگه میخوای صبح ورزش کنی، شب قبل کفشای ورزشی تو دقیقاً کنار تختت بذار تا به محض بیدار شدن بدون فکر کردن بپوشیشون. روتین ها مثل چرخهای کمکی دوچرخه‌اند. مسیر رو برات راحت میکنن تا زمانی که اون کار برات به یه عادت طبیعی تبدیل بشه. گام سوم، قانون 2 دقیقه. از قانون 2 دقیقه استفاده کن. سخت‌ترین بخش هر کاری شروع کردنه. پس با خودت عهد ببند که فقط و فقط 2 دقیقه روی اون کار وقت میذاری. میخوای کتاب بخونی، فقط یه صفحه بخون. میخوای اتاقتو تمیز کنی، فقط از یه گوشه شروع کن. وقتی شروع کنی، ادامه دادن بسیار راحت‌تر میشه. مثل هل دادن یک توپ از بالای تپه است. اولین هل سخته، اما بعدش خودش غلط می‌کنه و جلو میره. بعد از انجام دادن اون 2 دقیقه کار، به خودت یه پاداش کوچیک بده، مثل گوش دادن به موزیک مورد علاقت یا یه استراحت کوتاه. این پاداش باعث میشه مغزت حس خوبی از شروع کردن بگیره و برای دفعه بعد انگیزه بیشتری داشته باشه. واقعیت اینه که همه آدمای موفق هم از کارهای کوچیک شروع کردن. اونا هم گاهی تنبلی و سختی رو تجربه کردن. رویاهای تو مثل یک جرقه کوچیک آتیشن. هر قدم کوچیکی که برمی‌داری مثل اضافه کردن هیزم به این آتیشه. پس منتظر زمان عالی و کامل نباش. نیازی نیست کامل باشی، فقط کافیه تداوم داشته باشی. همین امروز یه قدم خیلی کوچیک برای خواسته‌هات بردار.